Davom etdim jak navori digar az bodomzori Farxor akay Qurbonazar با یک بار دیگر هیچ چشم من سر نمیشود از تماشای همین بادامزار. باور کنید این بادامزار هم بادامزار بوده است. اکنون قربان‌نظر جون چند گکتار داری؟ 2.5 گکتار است. 2.5 گکتار. 2.5 گکتار. اینش چند ساله اینا نوشنوده؟ این 3 ساله است. هم خیلی بسیار بستگی. بله بله. یکم ساله بستگی. این جوش برابر یا جوش که بود خوک شد. بعد شون بعد یو. یکم سال بستگی. 3 سالگی هم خیلی میبنده. هم خیلی میبنده 3 سالش. اکنون دوستان عزیز اگر مینا نکنی 5 ساله 6 ساله شون میبنده. برای مهنت کردن شما از یوشی اینا چی کار میکنید که این تیز زود کلان شود؟ از یوشی فقط او وقت شروع میتی یکم سال. دورو کربامید میتی. دورو کربامید هم میچوشی در نام. بهار. بله. بعد با پبول میکنی تو 3 سالگیش پبول میکنی بکوشا. 3 ساله اوسوشید دیگه به خیره پبول نمیکنی ملایم میشه شمالای سخت چپا میشه. دورش پبول کنیم چی؟ نه ملایم میشه شمالای سخت میشه اینجا. شمالای سخت میشه چپا میشه. دیگر پبول نمیکنه. او اگر 2 متر دورتر پبول کنه چی جوف کنه دمجا. این رادور میکنه هر رادور نمیره. اکنده دورتر کدام ممکن؟ بله. این رادور چیزی لوات میکنه دورشو. چیزی لان درونه چیزی میکنه. چیزی میزنه. هم خیلی بسیار میبندد. بله. بعد یک چیز دیگه اگر او با بخش بیشتر ترک برا هم خوک شدنش ممکنه هم اون بادامی که میبنده اون پوچ میاد. او هم بسیار نرود درست؟ نه او نغز نمیبینه. او با نغز نمیبینه. پوچ میاد پوچ میشود. این تجربه شما نشان داد؟ بله. 2.5 گکتار دارم گفته شما؟ بسم الله. 2.5 گکتار بله. اینه. آفرین. قربان‌نظر جان. خدا به تو برکت دهد. این کارلیک است. کارلیک اینه. بله. کارلیک. یک جویا کارلیک یک جویا. آرالاش همی دورمود هم خیل. برای گردالو کردن با دیگر نموده. پیشتای 10 روز پیش گل میکنه. یکی 10 روز بعدی میرسه. کارلیک 10 روز پیش خروسال گل میکنه. 10 روز بعدی دوستان عزیز من در فرخور همین سخنهای قربان‌نظر رو شنیده راحت کرده شدم. برای چی؟ چون که این هولیمونا گپ زده شده است. 10 روز پیش گل میکنه تو همین درجه قربان‌نظر تجربه کرده است که 10 روز پیش گل میکند از خروستال و کارلیک خروستال بعد گل میکند. اینو ببینید خروستال پیش او میرسه. یگان کس فکر میکنم همین رو اهمیت نمیدهد. با این اهمیت دادن در کار. ببینید خیلی یک جهان تشکر به این مهنت شما قربان‌نظر جان. دست شما درد نبیند. هم دیارون عزیز یک سخن خوبی برای قربان‌نظر نویسید. البته